خب بینندگان عزیز، بار دیگر سلام میفرستم به همه شما از دفتر مرکزی رادیوی آزادی شهر پراگ و امیدوارم که در چند دقیقه دیگر چون همیشه سرخط خبرها رو از من خواهید شنید و همچنین همه شما از اون رو در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر منتظر میشویم. حتما با خبرهای تازه از تاجیکستان جهان و گزارش‌های جالب. البته خب امروز تاجیکستانیان جشن وحدت ملی رو تجلیل میکنند. طوری از شهرداری به رادیو آزادی گفتند چورابینی‌های اساسی فرهنگی بخشیده به این سنه در 4 ناحیه پایتخت از شام شروع می شود و همکاران ما کوشش میکنند که در برنامه خبری از حال و هوای ایدانه امروز برای شما نوار و صحبت را پیشنهاد کنند. ضمناً بینندگان عزیز، میبایست در برنامه امروز گزارش از تجلیل روز وحدت را همکارمان برات یوسفی تهیه میکرد، اما متاسفانه دیروز نمایندگان بخش تاجیکی رادیو آزادی به وزارت امور خارجه تاجیکستان دعوت شده. به آنها اطلاع داده شده است که اجازتنامه کاری برای یوسفی موقتا بازداشته شده است. نمایندگان این وزارت به رادیو آزادی گفتند که فرمان از سوی کمیته دولتی امنیت ملی صادر شده است. سببش را در برنامه خبری به شما خواهیم گفت. در همین حال اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو آزادی دیزی سندلر با پخش یک اظهارات این اقدام را محکوم نموده افزوده است که ما را برای حفظ استانداردهای پروفسیونالی ژورنالیسم مجازات کردند. خانم سندلر استفاده نظام اکریدیتاسیا و یا تقدیم اجازتنامه های کاری را سنزور عنوان داده تلاش دخالت و فشار به کار بخش آزادی که یکی از منبع های کمشمار اخباری مستقل در تاجیکستان است بیان کرده است. برای یوسفی خبرنگار پنجم رادیو آزادی است که فعلا از اجازتنامه کاریش محروم شده است. 4 نفر دیگر از سال 2017 به این طرف منتظر تمدید اجازتنامه های کاریشان می باشند. امروز پارلمان قرقیزستان سرنوشت سابق پرزیدنت این کشور را حل میکند. دیروز دادستانی اتهامی پارلمانت را تصدیق کرد که المازبек اتنبویف را به سوء استفاده از قدرت و فسادکاری و باز چند بند دیگر متهم نمود. امروز وکیلان مردمی آواز خواهند داد که او را از مقام سابق پرزیدنت محروم کنند. محروم شدن از این مقام امکان تفتیش، بازپرسی و بازداشت سابق پرزیدنت را فراهم می‌آورد. دیروز خود اتنبویف تمام اتهامات را رد کرده طرفدارانش را در گرد و اطراف خانه جمع کرده سنگ زده است. خب در برنامه خبری من فکر میکنم که در این باره ما نوارها از جای حادثه خواهیم داشت و شما میتونید این نوارها رو تماشا کنید. امروز صدها نفر ساکنانی که از شهر اریس بعد ترکیشو در انبار نظامی به جای امن انتقال داده شدند در شهر شیمکند جمعآمد اعتراضی برپا نمودند. اعتراضگران صبح 27 ایون روی مرکزی شیمکند را بسته تاکید کردند که میترسند به خانه هایشان برگردند. 24 ایون در انبار نظامی شهر اریس ولایت ترکستان 10 تانه سلاح و مهمات ترکیده باعث مرگ 3 نفر شد. 10 تن دیگر مجروح گشتند. این یکی از موضوعهای دیگری برنامه خبری ماست. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با یک سفر وارد تاجیکستان شده است. قرار است آقای خلیلزاد با مقامات تاجیک دیدار و گفتگو کند. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که امالی رحمان با زلمه خلیلزاد ملاقات خواهد کرد. خلیلزاد که افغان‌تبار است، سابق سفیر امریکا در کابل و عراق ماه سپتامبر سال گذشته رهبری تیم مخصوص دپارتمنت دولتی امریکا در امور گفت و شنود صلح و آشتی با طالبان تعیین گردید و ما البته تلاش میکنیم در ادامه روز جزئیات سفر او را به تاجیکستان پیشنهاد شما بینندگان عزیز کنیم و البته چند خبر دیگر نیز هست که من در برنامه خبری با کمک همکارانم برای شما خواهیم گفت. فراموش نکنید ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو.